رونق یافته و علاقه‌مندی مردم برای خرید از فروشگاه‌های آنلاین بیشتر شده است. رئیس اتحادیه صنعتکاران کشور همچنین تاکید کرده که باید روی توسعه تجارت آنلاین کار شود. آن طرف مسئولان مراکز فروشات آنلاین نیز میگویند تجارت آنان فراتر از کابل در سراسر کشور گسترش یافته و حتی در بازارهای جهانی نیز مشتریان زیادی دارند. امروزه در کنار تجارت سنتی و حضوری، داد و ستد از طریق آنلاین نیز به بخش مهمی از دنیای تجارت تبدیل شده. سعید هادی از طریق این غرفه کوچک محصولات زراعتی و حیوانی را از طریق تجارت آنلاین در نقاط مختلف کشور به فروش می‌رساند. میگوید در تجارت آنلاین محدودیت‌های جغرافیایی وجود ندارد و از هر ولایت و حتی خارج از کشور مشتری جذب می‌کند. خوبیش ایسته که ما محدودیت جغرافیایی از نگاه جذب مشتری نداریم. همین که محدودیت نداریم از نگاه جغرافیایی میتونیم همزمان مثلا کسی میاد پیش دکان 2 کیلو از او عسل از ما بخره، همزمان 4 کیلو 5 کیلو یک مشتری ما از بامیان یا مثلا از غزنی یا از هرات برای ما یا مزار واتساپ میکنه، میگه آقا صاحب برای ما این چیزا پکیج کو روان کو، پیسه هم در اکانتتون زدیم. با خارج از افغانستان، کشورهای مثل پاکستان، مثل دبی. تجارت آنلاین حتی پا فراتر گذاشته و فعالیت وسایط نقلیه نیز به گونه آنلاین در کابل و ولایات در حال گسترش است. مسئول یکی از مراکز فعالیت وسایط نقلیه آنلاین میگوید ده‌ها اراده تاکسی را به شکل آنلاین و تلفنی ثبت کرده که شماری از این طریق مشغول به کار شدند. سیستم آنلاین موتر بسیار یک سهولت خوبی هم به مشتری می باشه هم به شرکت می باشه و هر زمان هر نقطه وقتی که مشتری خواسته باشه موتر در ظرف 10 دقیقه بر پشت دروازه نازل میشه و اونا رو با امن در جایی که خواسته باشن انتقال میدن، چی شب باشه چی روز باشه، در 24 ساعته در تمام شهر کابل و ولایات اینا فعالیت دارن. در خصوص